سلام بچه، همونجوری گفتم اولین ویدیومه تو یوتیوب و اولین ویدیو ما یعنی یه جوری قرار گرفته با این داستان رپرها و علیزیا و اینا. به نظر من، نظر شخصی خودم میخوام بگم در مورد موضوع، شد برای هیچکی اصلا مهمم نباشه این نظر، باید میخوام نظر خودم رو بگم. به نظر من در موردش صحبت کردن، چه از لحاظ اینکه موافق باشی چه از لحاظی که موافق نباشی در مورد این موضوع، کسایی که هر فکری در مورد این کردن که این برنامه رو بسازن یا این موضوع رو کلا تو جامعه پخش بدن، دارن به هدفشون نزدیک میشن. چون برای اونا اصلا مهم نیست که اصلا شما موافق باشی یا موافق نباشی، همین که داری در موردش صحبت میکنی یعنی اونا به هدفشون رسیدن. اصلا در مورد اینکه کارشون درسته یا غلطه کاری ندارم. من در مورد کسایی دارم صحبت میکنم که مخالف این داستان. اگر شما مخالف این داستانی، خب باید یه جایی اینو قطع کنی و تمومش کنی و صحبت نکنی در موردش دیگه. همین که داری در موردش صحبت میکنی یعنی داری اینو بیشتر نشرش میدی دیگه. فکر کنم تو این چند روز گذشته هیچ چیزی به اندازه برنامه گنگ تو کل یوتیوب و